نیمه دوم روز 22 دکامبر دادگاه شهر دوشنبه سفرов دونایور و سعدالله راوپов دو ساکن 28 ساله محله دهنوک بالای پایتخت را در کشتار بیرحمانه دو دختر گناهکار شناخته دونایور سفرov به حبس عمرباد و سعدالله راوپov به 22 سال زندان محکوم کرد. دادگاه گفت سفرov و راوپov ماه ینور سال 2018 ساکن دوشنبه زمیرمو حیدرov و سال تولدش 1991 را برای آن کشتند که او با یک شهروند افغانستان شناسایی پیدا کرده مناسبتش را با سفرov تغییر داده است. سفرov با رفیقش راوپov حیدرov را به یک طربخانه ایثار برده مست کردند و سپس به تپه های بالای دهه خرنگان نوی ورزو برده بوغی کرده کشتند و جسدش را در یک غار پرتافتند. سپس سفرov با مقصد گمراه نمودن نزدیکان و پیگیری نکردن حالت کشتار از تلفن موبیلی مرحوم حیدر و زمیرمو به شناس او امین و فرزانه با متن نزدیکانش خواطر نشوند شفر کرده است دیگر او را نکوبند پیامک ارسال نموده است. جسد زمیرمو حیدرov بعد 2 سال و 8 ماه در پایان ماه اوگوست سال 2020 از داخل چوخوری در تپه های شفت دهه خرنگان پیدا کرده شد. همین طور راوپov سعدالله 4 اپریل سال 2020 در گردش محله خرنگان میرفروز خالمیرزا سال تولدش 2001 را سوار کرده به جای محله زیستش کوچه الخطای به تپه های محله دهنوک بالا برده پیشنهاد علاقه جنسی میکند. میرفروز پیشنهاد او را رد کرده است و راوپov به غضب آمده 2 مرتبه به قفس سینه میرفروز خالمیرزا با مشت پای در پای ضربه زده او را با راه بوغی کردن به هلاکت رسانیده است. سپس او جسد را به تپه های خرنگان برده در چخوری که جسد حیدرov را پرتافته بودند زیر خاک کرده است. در ماه‌های آخر این علاقه دومین حکم حبس عمرباد است که از جانب دادگاه دوشنبه صادر می شود. 15 سپتامبر این دادگاه احسانov ترغنجان ساکن 35 ساله نوی شهر توز را با جرم تجاوز به ناموس پسراندر و دختراندر خردسالش به حبس عمرباد محکوم کرد.